در قصر فرهنگ سوغدیان مرکزی ولایت سوغد شهر خوجند دور ولایتی آزمون نان و محصولات نانی تحت عنوان نان شدم شایسته هر خان شدم با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. آزمون مذکور جهت اجرای بند 27 جدول برگزاری فستیوال نمایش عید آزمون و عنعنه و هنرهای مردمی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 که با امر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روی کار آمده است دایر گردید. هدف برگزاری آزمون احیای عنعنه‌های ملی، عمومی‌گردانی سنت‌های بهترین نانپزی نیاگان، ترغیب احترام به نان، مرد دهقان و هنرهای نانپزی، نمایش پختن نمادهای نوهای گوناگون نان منطقه‌های ولایت سوغد و به نسل‌های آینده میراث گذاشتن طرز اصول‌های پختن نان‌های گوناگون ملی ابراز گردید. آزمون سه دوره را در بر گرفته دور اول در شهر و نواحی، دور دوم باشد در مرکز ولایت جنبست گردیده، دور سوم آزمون جمهوریوی می باشد. اعضای حکمان و اشتراکچیان از روی نامیناسی‌های مهارت آماده کنی نان و صفت آن، آگاهی از طرز پختن نمادهای گوناگون نان بهاگذاری کردند. آزمون ولایتی نان شدم شایسته هر خان شدم دور دوم از تمام مناطق‌های ولایت برگزار گردیده ایستاده است که همه غالبان دور اول از روی زیاده از 100 نمودی نان را در این میزها نمایش دادند و از روی 5 بخشی که طبق نظامنامه قرار رئیس ولایت به تصویب رسیده است در اینجا معرفی می‌نمایند. برنا ابراهیمова نانپز نیست، لیکن مثل دیگر زنان تاجیک از خردسالی نان میپزد. بیش از 45 نمود محصولات اردی را برنا پخته و از شهر پنجکент آورده است. محصول دستان او را نه در مغازه و نه در یگان خانه‌دان دیدن ممکن است. طرز اصول پختن چنین محصولات اردی را او از مادر و بیبیش آموخته است. برنا امروزها چنین نانها را فقط طریق فرمایش دوستان و نزدیکانش در عید و ایام‌های ملی میپزد. ما این نانها را در دیگر جایها کم میپزند. من این نانه ما در تگ قور کلچه پزک مانده، بالای کلچه پزک و خمیر تیار نموده، بعد همه چیزی که میخوای من اینجا به چاماق است، چاماق مغزی چاماق هست، از مغزی چاماق چی کرده مانده، بعد کلچه پزک درونی قور مانده تصفانده، بعد میپزی. اینا نانی کلچه تگلابی میگن، تگلابی میگن. اینش نان دیگی، ما خمیره با روغن میشوریم، بعد دیگه میتصفانیم، علاوهش پست میکنیم، سانی به مانده، بعد ملایم کرده پخته میگیریم میشه، علاوه پست میپزیم. این علاوه بلنبه میسوزه، بعد درونش نمیپزد. حاضر اینه کشوی دگر مغزش پختگی. زنان دهه‌ای سبه جماعت دهات لنگری ناحیه کوهستانی مسچوح نانهای از همه کلان را میپزند. برای تیار کردن چنین نان آنها آب، شیر و روغن را استفاده میبرند. در این دهه نان را از محصولات طبیعی در کوهستانی مسچوح پروریده آماده میسازند. تمنا عویزова هر هفته یک مرتبه نان میپزد. در تنور نانپزی او تا 5 دانه نان کلان را جای میدهد. جریان آماده کردن چنین نانهای کلان تا 2 ساعت وقت را میگیرد. به مقدار زیادی اردی کشانیده نگاه نکرده در دهه‌ها و منطقه‌های کوهی آسیاهای آبی و استحصال ارد باقی مانده است. ادین علیف هنر اجدادی و آسیای آبی از گذشتگانش میراث مانده را قدر میکند و میخواهد فرزندانش در آینده این پیشه را ادامه دهند. از سال 99 هم سال من دهمی کار میکنم. از دههای اشتاشو میبیاد، ولغوند میبیاد، پدسک میبیاد و وقت اگر غله داشته باشن همه قشلاق‌ها همش میبیاید. از سبق، تبوش، صدکشند یک تانه ارد میکنم. همین 100 کیلوش 5 کیلو ارد حق میگیرم. از باباهای کلانام و ماندگی ملک فرخ گفتگی آدم بده. از وی به بچهش ملک زنفر مونده. از ملک زنفر به من مونده. تا حالی ما کار کردم. نوش از چوبین بود تنکش کردم. چرخش از چوب بود آهنینش کردم. دیگر این نشین خودشه. در انجام آزمون غالبان با تحفه و افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد قدردانی گردیده اشتراکچیان بهترین و دور جمهوریوی راه خط گرفتند.